به نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما دوستای نازنین، برادرای عزیز. این جوانایی که اینجا میبینیم ششته هم، اینا یک سریالکیه که شروع کردیم با همکارا که بازیگرا بعضا بیرون هستم از تصویر در کنارمانم. سریال 4 تا کل. کل اول گنگه، کل دیوم، کل سیوم، کل چهارم. به زمستان اون روز به خاطر گل روی شما که از هراتبورگ، این سریال شما میتونین بیننده باشین از کانال هراتبورگ. این سریال 60 قسمته. 60 قسمت ما تا حال نوشته کردیم. انشالله 100 قسمت میشه که امکان داره تا به عید قربان داستان ادامه داره. شما هم خواهشمندین دیگه، وقت شما بیشتر نمیگیریم. سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم این ویدیو. سریال خیلی جالبه، روز به روز کمدی تر میشه. ترجید هم داره، سنا ترجید هم داره، سنا کمدی هم داره. به اسم سریال به اسم 4 تا کله. 4 دونه کل فراموش نکنیم، حتما ببینیم این داستان که خیلی داستان جالبیه. هم به دی سب میشه، به کوه سب میشه، به دشت و کوه بیاون. جایی هست که هیچ انسانی اونجا وجود نداره. بعضا صحنه از سب میشه، داخل شهر هم سب میشه. بخیر باشیم، بریم میبینیم، بریم نگاه کنیم، بریم بخیر خوشی. ای خدا شکر داریم. اگه امسال بارندگی هم کمتر بود بازم نسبت به پارسال خوبه. خیلی وقت ما مسلمانه. شکر داریم خدایا. مملکت هم که ببینید در به در خاک و سر. حداقل هم برای ما دیگانا فایده باشد، بخیر که این بارندگی باشد. خدا شکر داریم. بابا شما نگفته که آردار به غرض آسیا نکنی؟ خب چه کار شد حاله؟ شما نگفته دیگه گندم مردم با نسیار نکنین؟ بچه من خوشدل بیامده آردار خود ما ببر به غرض با گیلک دایی داده که ما آردار خود به غرض میبرم. یعنی ما بیامدم گیلک کرم بده سیالت کرد. گیلک زده بچه ما خوشدل؟ غلط کرده، اشتباه کرده. هم آردار هم گندم های ناراد کنه، هم بچه ما سیالت کنه. بده تو مندیل رو بیار، بده برو. زود شده دیگه. پیال کو بگم بابا برای مامان درس رو بکنه. تو هم قطع میبینی که دانم من باشه تو فرش زمین میکردم. همی هست که هم قطع میبینی برو پیال خو بیارو سکر چی رقم تو پشت تو میکنه حالا میکنه. بچه نادونی بیامدم هم قطع منی من میزنی اینجا به تپل خوارده. عادی عادی
گردن به من نجا که دیگه به بسیا برو هر کس میای من سلت میکنه میره برد کار کنه به داری بیاله بیده نوکر از این مردم نیو هر کس میای میگه به غرز مون گندم هم به غرز آرد میشه به خیال ما مادر مینام بدفتم بچه به کجا الو سکو فرغول رو بیله بردم بود بخونه بود خب زودی بیایی بچه رو میزنه تو گندم هم به غرز آرد میشه چه کاره بابا چه کاره؟ چه کار شده؟ همه بچه بابا خوش دلوار به سلت کبدن کرد و به تبرقه وردا بچه ما کشته؟ چرا بجستی تو؟ اشتباه کرد که تو زد به چی واسه زد؟ من شما نگفتیم به غرز نمیدو با گفتم والا که میگم که 100 دفعه دیگه به تو میگم به غرض ندی به تام بگو تو که به غرض ندی این دفعه تو به غرض ندی بسی دهی دادم شما نگفتین که دیگه گندمان به غرز آرد نکنیم اما که میگم 100 دفعه دیگه میگم که به غرض ندیم حالا کی طور زده؟ همه بچه ما خوشتیل بیام آدم همه دهی داد که همه میگیر گیر لگیر دهی هست و بخو خرج کن ای بیام آدم گفتا که پیانو گفتم گندمان به غرز آرد نکنیم نده من بگرفتم بزن سلت کمر هم 10 دفعه به تو نگفت به غرض ندی این دفعه به می به غرض بسی داد دهی دادم به دهی دادم تو شما به غرض این میبرم همه پیش من بجسم هم یک کبید و من بزن ودش بزن سرم به تپر خو گندم خیلی به چی بود؟ خوردی بود؟ کلونی بود؟ اما به چیز جمع گل جمع گک اما خورتکک؟ جمع گک اما خورتکک طور بزن اما خورته گکیه چی خجالت اون ما قوت ندارم قوت نداره بخزا که بریم به درس رای بخزا گیره نکن گیره فایده نداره دست را کی؟ به درس رای بریم که طور بزنه پیش بیاره بله. بخزا سکوه بله تو فرقون رو باز دیرتر به تو بگم که با بیاری و تا باخشه بریم بله برو به سرا باشی تو باشه کسا من بدون میگم کلا زده 8 سالم شما قرضداری من بزن به تر برخه واردا زد من در سرای رو معلوم میکنیم امرو فهمیدی؟ بار میزنه ما هم قد میبدی چه عقدشه که من نزده بابا؟ بیر بگیم بپرسیم از او اینا بابا اینجا بود اینا رو گفت میخوام میرم میبرم بابا دم سر کیتش میکنم بابا جون شغل آمده شاگور شاگور با چی بچه دست خوده سلام علیکم منم چه خود بخیر چلا میگم یک دقیقه به شما کار دارم اینجی باشی رو بریم داخل بیا سر داخل سرو بیا یا الله بگیر یا الله یا الله بیا بیا در پیش کن در پیش کن بیا بابا جان
نمیگیره بابا میگیره بر بابا نمیگیره چرا اینقدر میگیره شما خیلی میگیره نمیگیره بیایید بله بیا نمیگیره بیا اینو بگیریم سنگ بسته کنیم بابا آی نمیگیره بیایید میگیره که نخه به من میگیره میگیره بر بابا نمیگیره بریم بابا من نه خوردو میگیره بر بیا بابا کار نداره بیا بابا میگیره بابا میگیره بیا این قدر ساگ میترسم شما بیا دو کوچکی هم میتونه بیا نرم کنه شما خیلی نرم شد یا موز ما های های چه بار باشد ماما به اون دفعه برای ما گندم آوردیم تو آرد کردیم ایسان سیدری گفتیم پول ندارم گفتم خیره قهمی ندارم درست باز دیروز گندم ها خوب بیاوردیم امروز به شما آرد کردیم بچه شما بیاوردیم از یا خیلی بینیم یا خیلی نبینیم پولار تو نداده تا اون جایی که جادش تنگیله کلات کرده بچه ما تا اون جای جادش بزده ببخشید معذرت میخوام او بچه خود بوده نمیفهمیده من جمع معذرت خیلی میگم معذرت میخوام ببخشید نه مام کاکا خوشگل شما پلا قرضا خود نمیدین بچه خود رای میکنین که من بزنه کار کنیم خیر حاله که بوش شده بچه جنجال کرده برای بگیم متوجه خوب باشه این سه کنی چی کار کرده میگم به روی عقب مسایی ببخشید دیگه با خدا ببخشه حالا که یک کار برای کنیم میگم دیگه ما میفهم کراد گون داریم اینجا پول برد داریم مصرف داریم هم پول کم را کلمه والا سوا پاسا میدم پولا شما را کلمه والا اردا کرده و هم قطع میبیده خیر ببخشید گلک جان پلا مر بدیم پولا شما را میدم کی بیایم من کی می سوا با سبا شو با سوا بیا پولا شما را میدم بریم بابا ببینید با سوایی نمیکنه میره خوش آمدید خیلی بریم همین ساعت خور بگیر من شما را میبرم ساعت شما را نگیره بله جلوی شین بله کجا بدی بابا؟ بله سلام بابا و علیکم کجا بدی؟ شا از صبح چهری؟ ها آقا کدی صبح تو رای کردیم چکار کردی مرغا چی کار کردی؟ مرغا دو تا بردم مرغا ببیر بفروختم عده خور انا برای اینا یک کاسی سفری خریدم یک نی چیلینی به چنده بدی؟ سوار کن مرغا رو به چنده دادی؟ چی؟ مرغا رو به چنده دادی؟ مرغا دونه $5 چی؟ دونه $5 دولار چیه؟ دلار خب بابا دیگه دلار امینایی که ما و شما خود اینو کلون شدیم ما به دلار نمیفهمم به پول خود ما به چنده دادی؟ $5 چیه؟ خود ما پولا خود ما حالا خود قیافه نکنی گبزی؟ نه خوصه کنیم که ما حساب کرده بتونم مرتکه گفتک اینا گفتک دونه 500 شده خب 500 ها روپیه؟ ها روپیه چنده خب ما دیونه کردی تو دید تا مرغا کلون با مرغا کلون نوردش چی میبردی آخه ها هر دو تا گفتک 500 شد هر دو تا گفتک 500 شده دونه 5 هر دو تا بدادم به $5 به $5 دلار چی کردی به تو میگم پولار به چند داد میگی به $5 تو دلار میشناستی چی رنگه یا ما بدید یک روز دلار توالا کنم ما افغانستان ما به دلار چی کار داریم ها دیگه از بعد اگه خر علفی هم شهر بردم به دلار گپ زنم حالا گپ از پول افغانی به اخمار کو در و در کردی گپا هم گوتی نسواری هم بریم خیلی از دلار به تو گپ میزنه تو چرا به دلار فروختی دلار چی آخه باز به دلار فروختی اینا ببین دو تا به تو دارم این پولا دو تا مرغ بفروختی نه کو پولا دیگه یا اونا خبر خوش بخیر گم کرده بشی حالا من دست شما چه کار کنم ببینم پولار چی که دارست پولار امینه شده امینه شد دلار شما کاسی سفلیست و نه چلی میمی جمپر با خویستوندم تو هرچی با گپ نزن و بیشتر سر رو روی تر کنی پر برای کار کار کنی با چبلت برو جواب بیبیر بده بابا با چی گپه یک دقیقه بیاین شما اینجا بیاین بابا چی گپ خیرته
خود نکنید دیگه بابا شما خوب. بابا جو دل مربت کنه هم گپ میزنی میگم دلار هم گپ میزنی میگم دلار مملکت داره و در کردی دلار رو تمالی تم میگی دلار ما چه کار کنه بگو چی میگفتی ببخش دیگه بابا اصلا خیلی خراب بود دیگه دیشب بشنیدم من چی گپ شنیدی گپا شما و مادر خود گپا ما رو گوش میکشی چی گفته ما شما چی نمیگفتین به مادر ما میگفتین که مادر گیلک مادر ما میگفتم او انا گفتین که حال گیلک نام خدا حال کته شده جوان شده دست چپ راست خور بلد شده انا مگرم بریم انا نوزباددار کنیم انا مادر ما گفتم خوب بگی نگی مادر ما گفتم بگی نگی انا مادر ما که گفتم بگی نگی شما گفتیم خیلی دلتون مایه عروس دارشی انا مادر ما گفتم کومه میشه که تا به خوف قیامت میته انا ما به شما دیگه پایه کنه رشخوری کنم انا هر دفعه که من مخبخ بیرو میشم سر ما 16 دفعه میخوره و کاج مخبخ عروس مایو انا گفتم شما که چیز دیگه من مال نام خدا هنی دست راست منه یم دست چپی منه انا گفتم اگه بری این دست راستونه پیاره من دست راستونه او دست چپتونه این دست چپ ما که گفتیم این ضرب المثل قدیم بود گفتیم دست چپ رو تو پس تو گپا من گوش میکنی یا خالی چی میگی تو بگو که ما گفتم خدمتتون بگو ما گفتم اگه پول نیست سیا پیل بفروشی منه خب اگه استیای داری که لقمه نونی میاره میرم واسه تو برام بفروشی که تو نمزاد داری سیا پیل چی به درد میخوره بگو من به وجه فکر تو هستم خب ابو آدم خانه که میشنستی مرد تو دیشه به اون بگفت میشه که تو خوب برده بود 300 تا دختر داره هنه منال میره بخواه یکی بخواست کری بره تو دیگه چی میگی؟ خیلی خوبه خب کجی پنجشنبه من نمیفهم حال من بلد از مینا میگه تو برم چرخه مینا برم سر زمین به کار شده باز میای خودتو میره بخواست خب سیه یا دیدی کنی از برخوا خب برای که بوش رم خب این نمیه نمش خب خب سنجبت نمیخوریم سندویش خورم مثل که نخوردی نه خب بله من نخوردم خود خودت میبرم میخورم یعنی تو خیلی اما بره بابا بره بابا متا جواب دیویر بگه خودتو بدی خب بره